6 صبح بود که دستگیر شدم. سعادت آباد بودم، خونه مادرم. یک شب قبلش کنسرت داشتم، مثلا تو یک شب عرش به فرش رو دیدم، اون همه احترام و عزت و عکس و فلان و یه دفعه چشم وا کردم دیدم تو زندان تهران بزرگ. مثلا کسی باور نمیکرد. زندانیا فکر میکردن اومدیم کلیپ بگیریم. امروز میریم کلا دیگه شد 5 سال. خانومم خیلی اذیت شد. بعد از چند سال مادرم رو دیدم تو دادگاه. از پلای دادگاه داشتم بالا میرفتم، من ماسک میزدم کسی منو نبینه. پیرزن داره میاد جلوی من، خیلی داره نزدیکتر میشه. فهمیدم که میخواد منو بغل کنه. تو ذهن خودم بودم طرفدارم باشه نمیاد منو بغل کنه. بعد از زیر ماسک چجوری منو شناخت. یعنی به جون بچم مثلا نشناختم مادرم، انقدر پیر شده. شاید بگم مثلا 10 کیلو کم کرده بودم. مثلا دیدمش